امیدوارم حالتون یکتون خوب باشه. امروز اومدم با یک ویدیو ماینکرافتی. البته بازی نیستش، این سری که ویدیوها دیگه با گوشی نیستش، سیستم خریدم و با اون ویدیو میذارم. بعد از یک سالم فعالیت نداشتم اومدم و علتاشو تو ویدیو بعدی ان شاءالله بهتون توضیح میدم. امیدوارم این ویدیو رو حمایت کنید، لایک، کامنت و سابسکرایب اینا یادتون نره. بریم سراغ ویدیو. خب اینجا تو این اصلا موضوع رو نگفتم چیه. موضوع ویدیو اینه که بهترین بیلد ها واسه ساخت خونه، یعنی بیلد که نه، بهترین دکوراسیون برای ساخت خونه تو ماینکرافتتونه. خب بریم شروع کنیم ویدیو رو. نه همش هم توی خونه که خودش ساخته میذاره، یعنی نمیره یه مپ دیگه مثلا بسازه. مثلا از نمیدونم بدروم بره، بدروم نمیدونم، یادم نیست، خیلی وقت بازی نکردم، 5 6 ماه بازی نکردم. خب داره شومینه میسازه. این شومینه ها رو اکثرا من ساختم. خب داداش اینا رو من بخوایم داداش من اینا رو بخوایم تو سروایور بسازیم که کونمون پاره نمیشه. همین کریتیوتون وقتی مثلا می‌خواستید برید به رفیقتون پوز بدید بگید من اینو سروایوال ساختم، از کریتیو تبدیلش کنید به سروایوال، اونجوری خوبه. چرا این پشت چیز زد؟ دکمه زد. منطقیه داشتم. خب اسمارت تیوی میخواد تلویزیون بسازه. ویدیوش باگ داره یا چون من شاید از روی کار ریختم دانلودش کردم ویدیو رو اینجوریه. یعنی من اینو توی یوتیوب یه بار دیدم. خب چیزه سالمه ویدیوش، ویدیو اصلیش. او خیار دریایی خودتون میدونید دیگه، آب و روشن. خب شم گذاشت، شم رو چارجش کرد. ساعت کجا در آوردی داشت؟ مات داده حتما، نمیدونم ساعت کجاش در آوردیم بیناموس. کجا در آوردی ساعت رو؟ کجا در آوردی ساعت رو؟ کردی تو چی شد؟ سب کن درستش کن میگم بیناموس. از این چیزا که باهاش ببریا رو انگولک میکنن خودتون گرفتید چی میگم. واتساپ دوی یه چیزی حالت رفت. لایک نکردی هنوز؟ ساب نکردی؟ به چه دردی بخورید؟ برو لایک کن بینم. خب ایونت این داره از این پرده ساز ساخت. پرده ساز منطقیه داشت. پرده ساز حاجی بلاک سیاه گذاشت، بعد پرده سیاه ساخت. خب بعد چیز کرد اون پرده ها تی و وای و ساخت نوشت، یعنی با صورت قرمز. بعد پشمامش وای خیلی خوب شده. خواهد موبیل بسازه. نمیدونم چرا هر حرکتی میاد صدا آب میده. خب کله اسکلت ساخت. منطقی داشت. استیکی پیستون نیست، نمیدونم پیستون بود. آره پیستون استیکی پیستون سبزخت. خب این کله اسکلتون رو میخواد بکنید تو کجا؟ آبش صدای چیز میده، بلاک.
راه کاری رو میزنیم. خب الان طبیعتا باید اون پیستون رو بذاره اونجا، اینا رو بزنه بره اونجا. دیگه نباید نه اندازه صداش نمیاد. اصلا این آهنگ رو قطع میکنیم، صداش کپی رایت داره. بادم اصلا یه موزیک میزنم. پیانو داره میزنه. درست صداش میاد. پیانو داره میزنه. از این یلو بلاک یا همون بلاک‌های زرد چی بود اینا؟ وای یادم رفت. وای کواسار بود چی بود؟ نمیدونم یادم نیست. خب دیسپنسر گذاشت از این برادرسون بلاکان گذاشت از این کله دراگون گذاشته. اینو من یادمه. توی ویدیو دیگه هم دیده بودم. این چیزه کنم میخواد این سرهای شاخهای دراگون خب این پیانو بشه. خیلی خوشگل میشه. اول ببینید تا آخر بچسبن میشه. اصلا دیوونه میکنه آدم. خیلی خوبه لامصب. خیلی چیزای خوبی میسازه تو این ویدیو. به نظرم اگه هنوزم برمیدارید با یه دونه از این بلاک شبیه مبل میسازی حتما این ویدیو رو ببینید، بهت یاد میده کامل. اصلا تازه ویدیو کاملش هم نباید ببینی، ویدیو منو باید ببینی. فهمیدی؟ چقدر حوصله دارم بعضی همون برو با اون بلاک ها بزن والا. چقدر یوبسم حرف نمیزنم اصلا. براستی دوستان الان مخاطب بنده خدا میرینه به خودش. ببینید بچه‌ها من قصد دارم یه سری بازی هم ریختم تو این، خیلی بازی‌های خوبی ان و پر محتوا ان. مثلا بازی کریزی فرا که قطعا همتون بازی کردید، حتی اگه بازی نکرده باشید موزیکش رو شنیدید. اما دین 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 اون بعد از این تغییر هم امروز گرفتم ببینم نصب میشه رو سیستمم یا نه. اگه نصب شد که میذارم، نشدم نمیذارم. و ویدیوهای سگون نخندی و کلی خیلی کار دارم دیگه. میخوام از این به بعد اصلا آپارات که زده بودم از قبل این اسکولا نمیدونم چرا فکر کردم آپارات زدم. این دیوانه ها آپارات واقعا اصلا چرت و پرته. نرید آپارات، همین یوتیوب بذارید بالاخره پیشرفت کنید. بعد آره همین کلی ویدیو دیگه دارم. از بعد اینجا فعالیتم میبینم آپارات رو ولکن میکنم. شاید اصلا عزیزتون ندونید آپارات رو و من دیگه اینجا رو ادامه میدم. آپارات رو ول میکنم. چرت و پرت‌ترین پلتفرم جهان آپارات رو. خب بریم داشتیم میدید. خب چند دقیقه است این ویدیو؟ 8 دقیقه است. خب اینم ببینیم، یکی دیگه هم ببینیم دیگه جمع میکنم تا تیکه بعدی ببینم اگه دوست داشتید بذارم. خب این چیزا رو که نمیشه تو سروایوال جمع کرد بی‌ناموس. یه چیز درست بیار که بشه با چیز جمع کرد دیگه. کتابخونه یا همون پیان این آره اونا نوت حساب میشه فکر کنم. آره کتاب نوت اینا. بنر میخواد بزنه، وایت بنر سفید میخواد بزنه. اینم داره مبل احتمال زیاد درست کنه. تابلو قهوه‌ای باید بزنید زیاد که احتمال زیاد نداره. باید بزنید دیگه وگرنه نمیشه که. مگر اینکه رنگ اون اسلحات چه رنگی باشه. خب اسمال نیست. این خیلی خوبه، حتما ببینید به خدا خیلی خوبه. این لپتاپ ساخت. نگاه کن
پشمات ریخ اگه ریخ بزن، اگه نریخ کامنت بزن. کمد داره میذاره واسش. اسپویل دارم میکنم. ها مثلا حال کردی اگه حال کردی کامنت بذار، اگه حال نکردی هم کامنت نذار، یعنی بذار لایک و سابسکرایب کن. همین تا اینجا ویدیو رو تموم میکنم. ادامه 2 دقیقه است دیگه ادامهش، ولی خب نمیذارم. ادامهشو تو ویدیو بعدی ببینیم. خدا حافظ، دوستتون دارم، دوست دارم.